غذا نمیدهند، با پول خود میخریم. چای در اینجا خیلی گران است. در این شهرک خیمه ها که در کامینسک شختینسک تشکیل شده است، مهاجران بند مانده از ازبکستان زندگی دارند. از روز 9 سپتامبر در این شهر حالت فوق‌العاده اعلان شده است. هزارها مهاجر کاری میخواهند که به واسطه ولایت رستوف به ازبکستان روند. نیت دارند که با قطار یا پاییزد روند. قبلا چندین هزار مهاجر در داخل رستوف خیمه زده شهرکی را تشکیل کردند. اما مقامات این ولایت تصمیم گرفتند که این اردوگاه یا شهرک مهاجران درمانده را به کامینسک شختینسک کوچانند. این تنها اردوگاه نیست، این یک قلمرو عظیم است. درختان و نوده ها را تازه کردند. تمام حدود شهرک را تازه کردند. در یک ماه اخیر الکی 3 قطار مخصوص از کامینسک شختینسک به ازبکستان رفته است. حالا در اردوگاه چندین هزار مهاجر دیگر انتظار بازگشت به وطن هستند. در اطراف شهرک نظامیان نوبتداری میکنند. متاسفانه انتظام در اردوگاه خوب نیست، ولی وضع زیر نظارت است. با آنها صحبت ها برگزار می شوند. به بیرون و مغازه بی نقاب برآمدن منع است. عیناً چنین وضع در ولایت سمر هم مشاهده می شود. آنجا مهاجران از منطقه ارینبورگ که با قزاقستان هم مرز است آورده شدند. اکثریت کوشش کردند که توسط سرحد روسیه و قزاقستان به وطن خود برگردند، اما قزاقستان به دلیل پاندمی کرونا ویروس مرزهای خود را بسته است. حالا در نزدیکی شهر کنیل یک شهرک دیگر خیمه ها برای حدوداً 1000 نفر تشکیل شده است. مسکوی ها و ازبکان مسکو خیلی کمک کردند. دیروز در 2 ماشین خوراکواری و لباس گرم آوردند. لودمیلا میلنیچنکا ساکن کنیل به مهاجران مواد ضروری دسترس می کند. او در شبکه‌های اجتماعی معرکه جمع‌آوری مبلغ و مواد نیاز اول و سر و لباس را راه اندازی کرده است. اختیاریان از سمر هم ساکنان اردوگاه را با لباس گرم تامین می‌کنند. آنها با راه اندازی یک معرکه خیریوی در یک ماشین به شهرک خیمه ها لباس گرم آوردند. ساکنان شهرک اقرار می‌شوند که آخرین مبلغ‌های خود را در اینجا صرف کردند. حالا به حساب اختیاریان در ولایت سمر حدوداً 2500 مهاجر منتظر بازگشت به وطن ماندند. 7 نفر با 4000 روبل 2 خیمه گرفتیم، ولی اینها به خیمه هم مانند نیستند، بلکه مانند به کاغذی رنگینند. شبانه خیلی سرد می شود. هفته روان سخنگوی وزارت نقلیات ازبکستان اعلان کرد که روز 21 سپتامبر با قطارهای مخصوص 1800 نفر به کشور برگردانده شد. با قراری حکومت روسیه مهاجرانی که به دلیل بسته بودن راه‌ها در این کشور درماندند می توانند سندهای بود و باش خود را به مشکل دراز کنند.